لطفاً یه دقیقه تحمل کنین استعدادم شکوفا بشه. میخوام مثل مجریه اشل بالا شروع کنم. هشدار فرانسه، یه ماه فرصت مذاکره. ظریف، گام‌های بعدی نقض برجام. مقام عظما، معلوم شد مذاکره کشک بود. حاجی روحانی، هنوز ناامید نیستم. مقام عظما، ریزش سپاه گر شور. از همه مهمتر اوضاع بیخدار داخل که خیلی خطریه. همه موضوعات در چهارراه استراتژی این هفته با مهمان گرامی برنامه بزن بهادر. ناکس، حالا ما شدیم بزن بهادر خشک و خالی، زبون درد میگیری اگه آقاشو دکترش هم بگی دومندش مهمون دعوت کردی یا تماشاچی که خودت همه بحثا رو اولش میکنی. آواز خوندن رو چه میذاری واسه من؟ اختیار دارین آقای دکتر، اختیار دارین. ارادت من به شما که لو رفته. اگه از من بپرسن استراتژیک ترین، با مرام ترین نابغه امور استراتژیک تاکتیکی کیه، میگم غیر از شما کسی نمیتونه باشه. شرمنده اخلاقتم. از من اگه بپرسن با وفاترین، مهربونترین، اند معرفت ترین مجری عالم کیه، این انگشتمو میگیرم به سمت تو نشونه میرم نوک مگسک رو صورتت، میگم هر کی باشه این نمیتونه باشه. آقای دکتر لطفاً بزنین کنار، مالیدین به جدول و قولبکن کردین. من با حفظ حق مشروع پاسخگویی میرم سر سوالات. برو بری. اوضاع عراق خیلی ناجوره های دکتر. مگه مردم عراق سینه چاک مقام عظما نیستن؟ پس چرا فک نوچه های مقام عظما رو دارن میزنن کف دستشون؟ چرا عکس های مقام عظما رو آتیش میزنن؟ تازه میگن عکس تو نمیخوایم، خودتو میخوایم. نه بابا. آره. که بسوزوننش؟ پس اون همه خرجی که تو عراق کردیم چی شد؟ آدم مشنگ خرجم که میکنه جای درستش خرج نمیکنه، آخرش گندش در بیاد. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه، گفت تو مسابقه اسب دوانی شرکت کردم، قبل از مسابقه کلی دوپینگ قاچاقی بردم تو استبل، ولی بازم آخر شدم. بعدش فهمیدم که اون دوپینگه رو باید اسبه میخورد نه خودم. روشن شد یا برفرستم دنبال دوپینگ. آیه دکتر قرار بود مقام عظما برجام آتیش بزنه، الان همه دنیا دارن آتیش میزنن، ما ول نمی کنیم. فرانسه میگه با گام بعدی ما از برجام خارج میشه، ولی ما میگیم غلط کردیم. همین رو به زبون ترانه میگم. سب کن میرم ببین، من اعصاب ندارم. ما یه بار دیگه توی این برنامه آواز بخونی بالا تا پایین مقام عظما و حاجی روحانی رو همه رو یکی میکنم. نه نمیخونم آقای دکتر، دکلمه میگم. میگه که ما ز یاران چشم یاری داشتیم، هندوانه کاشیم اما علف برداشتیم. تازه علف هم بر نداشتیم. سگان برداشتیم که باج بگیریم، کشکم بهمون ندادن. عین اسب اساری دور خودمون چرخیدیم، به همونجا اولیه هم نرسیدیم. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه و پسرش بانک زدن، فرار کردن، پلیس هم دنبالشون، رفتن تو استادیوم دور زمین فوتبال همینجوری میدویدن. بعد 2 دور پلیس رسید، پسره گفت بابا چیکار کنیم؟ مشنگه گفت نترس، هنوز 2 دور از ما عقبن. آقای دکتر یعنی فاتحه مذاکره و برجام خوندن؟ نه خیر، چون عظما داره خفه میشه، به خاطر همین حاجی روحانی رو فرستاده بگه راه وازه. میخواستیم با برجام کفگرگی تحریما رو حل و فصل بکنیم، نگو ضربه گنده تر تو راه بوده. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که ماشین مشنگه رو دزدیدن، فرداش برگردوندن جلو خونش با یه یادداشت معذرت خواهی که ببخشید ما دزد نیستیم، کار واجب داشتیم. برای جبرانش یه بلیت قطار برای سفر به مشهد واسه خودت و خانوادت گذاشتیم تو همین ماشین، حلالمون کن. یارو خوشحال و خندون پا شد رفت مشهد، وقتی برگشت دید ماشین و خونه رو با هم بردن. روشن شد یا برفرستم سفر.
آیه دکتر فرمانده نیرو اوه انتظامی حسین شطوری رو میگی؟ بله مصاحبه کرده به مناسبت هفته ناجا، گفته که تو فضای مجازی به نیروی انتظامی بی احترامی میشه. اول بگم که این مشنگی رو انقدر توش سور زده که وقتی احمدی مقدم و رادان اینا بودن این زیر دستشون بود. ببین دیگه این چه مشنگیه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهمودن یارو داشت با الاغ شطرنج بازی میکرد. گفتم مسخره کردی؟ خب همه میبینم میخندن بهت که. گفت نه خیلی هم خنده‌دار نیست، دست کم نگیرینش، فعلا که 2-0 جلوه از من. اما هنوز روشن نشو، نصف جوابم مونده. اولندش بی احترامی ندیده، ناجا که سهله. بیا تا من حرفایی رو که به مقام عظما میزنن برات بخونم تا بناگوشت سرخ بشه. دومندش از خدا بخواد که بی احترامی تو فضای مجازی باشه، چون تو فضای حقیقی فک پیاده میکنن. چجوری؟ خیلی ممنون آی دکتر. فکر کنم سردار اشتری هم اگر مثل سردار جعفری تا هفته دیگه ریزش نکنه، مثل سردار نقدی و سلامی آروم بگیره و دیگه نامه نده بره برنامه مرحوم ما. ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهمودن که طرف گفت من نمیدونم چه حکمتیه که تو فامیلمون هر کی بچه بغلی داره که صدای گریهش همه رو آسی کرده، وقتی میدنش بغل من آروم میشه. نمیدونم به خاطر این تکونایی که من بهشون میدم یا اون دستمال کاغذی که میچپونم تو حلقشون تاثیر داشته. آقای دکتر خیلی عذر میخوام، شما دستمال رو چپوندین تو حلق مقام عظما. اگه از من بپرسن استراتژیست یک نظام کیه، استراتژیست نامآور و نامدار نظام کی است، این انگشتمو به طرف تو میگیرم و میگم هر کی باشه این نمیتونه باشه. آخرین این چه رهنه بودن استراتژیست.